ساکنی جماعت دیهاتی چارکوه شهر اسفره سابق آموزگار نفقه‌خوار زین‌الدین ولیев چند سال است که قطعه زمینی سنگلاخی را گرفته خواجگی دهقانی تشکیل نموده توسط دانش و ملکه و مهنت حلال زندگی خود و اهل عائله‌اش را به پیش میبرد. همین زمین به شوق زیادم از اول بود. یک امسال 10 سال میشد بعد از نفقه برآمدن همین زمین 60 سوتخ زمین سنگلاخ عموما یگان چیز همینجا بر نمیروید. این فکر من سر اگرونوم خواجگی بریگادیر همین باشندگان همین چارکو همه میدونن. همینجا یک جای ناآباد بعضی جاهاش به حتی هم حالی هم موسرای میپرتفتن. همینجا تکنیک‌های زیاد کتی تکنیک‌های زیاد آورده خاک‌های بیگانه پارو بسیار مهنت‌های بسیار کردم. خلاصه نیتم همین بود که همینجا یک گرمخانه کنم، یک باغ کنم که میگن که از نیک باغ همین با باغ کردگیم به زردالوهای نوهای بهترینش آورده شنوندیم. سیب حاضر همین ناک، انار، سیب، بیهی، شفتالو، آلو همه نمودهای همین درخت‌های همینجا به کریم شکر خدا حاضر حاصل داد. از حاصلش استفاده برسوسیم. من از زمینش به با وجود آنکه سایه شد همینجا به علاقه کارتوشکا، پمیدور، بودرنگ، کرم، جورب، جوار مکه، سرموساق، پیاز، قلمفروهای شکل‌های گوناگون، قلمفروهای بلغاری، تمام نمودهای کبوتی، این اکراب و پیاز و سبزی هم هست. همه چیزایی که همین روزگار به درکار همین صحرا به ما همین کریم. خدا به شکر. من تشبسی پرزیدنت کتی من همه زمین‌های تقسیم کردم هم مهم از همون منتدار. من شرایط هست، آب هست اینجا با یک جای نوآباد و آباد کردیم. او برابری آغاز کار دهقانی برای کارکرد زمین، کشت زراعت‌ها و بنیاد باغ پس از آموزش طلبات بازار محلی بهره گرفتن حاصل دلخواه از فدراسیون روسیه تکنیک و تجهیزات ضروری و تخمی و نهال‌های سرحاصل را خریداری کرده است. همساله زین‌الدین ولیев از میدان 0.6 گکتار زمینی به او وابسته بوده به مقدار معین زردالو و سیب، انگور و شفتالو، کارتوشکا و کرم و قلمفور میغون دارد که از حجم احتیاجات سالانه عائله‌اش بر زیاد است. همه چیزی که همون استعمال میکنیم با زمین خودمون به هست زیادتش برابر بازار به میفروشیم. نرخ بازار که حرکت میکنیم نرخ ارزانتر که فروشیم. فکر میکنم همین مقصد کردیم و پروگرام اوزقواری کشور به سهم یک کمترین باشدم مونده استودیم. نیت داریم که خب من حاضر من زمینو ترمو وقتی حاصل گنداری با وجود اینکه زمینمو جاهاش خالی شد همون هم کشتای دویم تکرارن من حاضر ترب شلغم با پیاز علاقه کشتیم. حاضر همه حاصلمو های حتی کدو، خربزه همین چیزایی هم و همو به های. در موسم زمستان باشد در دو گرمخانه این دهقانی میریشکار بادرینگ و پامیدور و گل‌های مختلف پرورش کرده میشوند. زین‌الدین ولیев میگوید که هر قدر انسان نسبت به زمین مهربان باشد به همان درجه زمین به انسان هم مهربان و سخی خواهد بود. مقصد ما همین که همین از تجربی کمترین ما هم دیگر رو استفاده برن و زمین ها بیکار نموند. زمین ها یک چیز کشت کنن هم خودشان سیر میشن هم بازار به برابر سطح زندگی هاشون بلند میکنن.